علی فرانی هستم. ادامه صفحه قبل. دارن هاردی. در عصر امروز آنچه اسباب رسیده به مرتبط بالای مالی به ثروتمند شدن خودخواسته و خودساخته است. همان چیزی است که با اساس این اصل همگونه است و آن دانش و اطلاعات پویا و تحول آفرین است که فرمود هر که آگاه تر بود جانش قوی است. بر این اساس در مجموع ثروتمندان خود ساخته قصد داریم این دانش را، یعنی دانش نوین، ثروتمندی خود ساخته را به ایرانیان عرضه کنیم و بهترین اندیشه های بومی و غیر بومی در این زمینه را در اختیارشان قرار دهیم تا گوهر تحول فردی و جمعی را بر مبنا به روزترین اندیشه های حاضر همراه سفر زندگیشان کنند و تحولی را پدید آورند که وقوع آن دغدغه دهها و قرنها اندیشمندان این سرزمین بوده است. از جهاتی کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی را میتوان جان کلام کتاب‌هایی دانست که در دهه‌های گذشته در زمین توانمندسازی به رسیدن به موفقیت منتشر شدند. شاید به همین خاطر باشد که شماری از نامآورترین اساتید جهانی این رشته نظرشان را در مورد این کتاب نوشتند و همگان را به مطالعه دقیق و حتی چند باره آن دعوت کردند. فلسفه و تفکر پشت این کتاب میتواند به حدی اثرگذار شود و تحول ایجاد کند که هیچ بعید نیست در سالهای آینده گروه‌هایی در فضای آنلاین و آفلاین شکل بگیرد که حامل اندیشه اثر مرکب باشند. میگویند خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج، که تضاد آن از جنبه راستی و درستی همتضاد است و چون به خوبی درک شود اهمیت لحظه لحظه عمر که به حق هر ذره‌اش طلاست دانسته می شود و همین سرآغاز یک زندگی سراسر مثبت و موثر است. تا پیش از این در علم نوین کسب موفقیت از نگاه به چشم‌اندازها و خلق اهداف فرداها و پس فرداها سخن به میان می آمد و ناخواسته آن وقت غنیمت اکنون نادیده گرفته می شود و صرفاً به کار نگاهش همان فرداها و پس فرداها می آمد.